عزیزان اگر گوش عادت کرد به صدای موسیقی و آلات لهو و لعب، از صدای قرآن و صوت قرآن بدش میاد. چند بار من و تو تلویزیون ایران یا امارات قرآن گذاشته فوراً کانال عوض کردیم؟ شده یا نشده؟ حتی بعضی به این درجه رسیدن از بس که نوار گوش دادن، نوار موسیقی گوش دادن، حتی واکمن خریدن. از من زرتای کوچک گوشی داره، میگن تا این موسیقی نگذاره ما شب خواب نمیفتیم. همینجور از این پهلو به این پهلو نوار رو عوض میکنه. نوار این طرفش تموم شد، اون طرف، این طرف، اون طرف، تا چه؟ تا دم صبح، قبل از نماز صبح زد خاموش میشه، خودشم خواب میفته. این قصه دلخراش و تکان دهنده رو بشنو. دو تا جوان عرب از کشور اسلامی بلند میشن با هزارها دلار تو جیبشون برای اینکه برن یک زن خواننده و رقاصه در کشور تایلند در بانکوک ببینند. از کشور عربی و اسلامی سوار هواپیما میشوند. وقتی به بانکوک میرسن آدرس کاباره رو میگیرن، اونجایی که اون زن خواننده و رقاصه و موسیقاره. هنگامی که وارد اون بار میشن یا کاباره میشن، رو صندلی نشسته بودن. هنگامی که اون زن خواننده میاد و اون لباس نازکش در بانکوک تو کاباره مطرح میشه، رو سکو میسته رو سن، یکیشون بلند میشه، از رو صندلی بلند میشه، میره چه رو همون سکو رو پای اون زن رقاصه و خواننده سجده میکنه. مردم همه مات و مبهور. یه دقیقه دو دقیقه زن خواننده میخواد بخونه، مردم منتظرشن که آوازش بشنون. جوان بلند نمیشه، همه چشمشون در آمده این دوستش که نشسته چه خبره. بعد که یه نفر بلند میشه که بره اون جوانو بلند بکنه بیاره پایین، تا دست به بدنش میزنه که بلندش میکنه، میفته رو بغلش، رو پهلوش. حالا که نگاه کردن که همونجا خوش شده، صورتش شده مثل زردچوبه، همونجا خوش شده. سجدی که برای خداست، حتی برای پیامبر هم درست نیست، حتی برای مادر هم درست نیست. آن مسلمان خود باخته با این همه دلار یک زن فاسق و فاجر و کافر و بوذی و دشمن تو بانکوک رو سکو سجده میکنه، همونجا روحشو میگیره، خشکش میکنه مثل تخته، دست که بهش میزنن تپ میفته، کاباره به هم میخوره. اون جوان کجاست؟ اون یکی دوستش که رو صندلی نشسته، چشمش در آمده اینطوری. شکر خدا میکنه یا نمیکنه؟ چرا شکر خدا میکنه؟ میگه شکر خدا که من نبودم. این قصه میدونی که تعریف کرده؟ کسی که نبوده، همون دوست دومیش تعریف کرده، قصه توبهشو تعریف کرده. چطوری من توبه کردم؟ ما دو نفر بودیم رفتیم بانکوک زیارت یک رقاصه، نفر اولی بلند شد رفت سجده کرد، همونجا قبض روحش شد. این صحنه رو دیدم، برگشتم به خداوند، یه بار دیگه به من فرصت داد. مگر این عروسی های غیر اسلامی که تو شهرهای ما میشه چیه؟ مگر تا شراب و سینه زنها نلرزه؟ ساز میزنه لطی، ارگ میزنه، نیمون میزنه، اولی گلول تریاک بیاری تا بندازم بالا، خوب سرم کلم فول بشه، شرابم بیارید، صاحب عروسی میگیره میاره. این خرج منقلش و خرج تریاکش و شرابش همه روی صاحب عروسیه. اگر میخوای موفق بشید همیشه دستت پر باشه، در حال رشد و توسعه و به رضای خدا برسید، با صاحب دین ازدواج کن. انگیزه اولت دینداری طرف باشد، خوبی طرف باشد، طهارت و پاکدامنی طرف باشد، صداقت و امانت و راستگویی طرف باشد. کاری نکنن پدرها که روز قیامت فرزندانشون در دشت محشر یقه‌شون رو بگیرن، بگن بابا چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکردید، من از تو گله‌مندم به درگاه خدا. ای خدا از پدرم بپرس
روزی که میخواست بره خواستگاری مادرم به عنوان مادر برای من و همسر برای خودش انتخاب بکنه، چرا تو رو در نظر نگرفت؟ رضای تو رو و تدین مادرم رو در نظر نگرفت. من امروز از پدرم گله دارم. مادری برای من انتخاب کرده که فاقد برنامه های توست. برنامه های تو زندگی اون نیست، دنبال رضای تو نیست، مشتاق به برنامه های تو نیست. یکی از برکات ازدواج رضای خداست. باید در ازدواج رضای خدا رو در نظر بگیریم. دومین برکتش عفت و پاکدامنی است. اگر توجه بکنید در پاکی چقدر رشد است، همونطوری که در ناپاکی چقدر زیان و ضرر و عقبگرد است و نقصان است. نباید تن به ناپاکی بدهیم. از دومین سرمایه ازدواج باید جوانای ما را به عفت برساند. این نکته ظریفی. خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو اجبار میکنن که حتما با دختر خاله، با دختر عمه، با دختر دایی از طایفه بیرون نره. اشکال نداره اگر طایفه مؤمن هست، دختر مؤمن هست، پسر تو هم علاقه به دختر خاله مؤمنش دارد به عنوان همسر، اشکال ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر شما داره ازدواج میکنه، وگرنه شیر تو برش حرام میکنید، فلان و دیگه با من حرف نزن، من با تو کاری ندارم. شاید دختر مؤمن خوبی غیر از قوم خویش انتخاب کرده که اونم مؤمنه. اینجا بچه تو اجبار نکن که با قوم خویش ازدواج بکنه، چون به عفت نمیرسه، چون دلش اون دختر رو نمیخواد. دلش مؤمن میخواد اما دختری دورتر غیر از قوم خویش. کاری نکنیم که به خاطر اکراه و اجبار ما جوانای ما انتخابی بکنن که مادرشون انتخاب کرده قوم خویش و بعد رغبت آنچنانی به عنوان همسری که بتونه اونو ارضا بکنه نداشته باشه. در نتیجه ازدواج میکنن اما به عفت شاید نرسن و در آینده دچار مشکل بشون. اما اگر واقعا قوم خویش مؤمنه، خود پسرم دنبال ایمانشه و واقعا قلباً هم دوستش داره، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوب. با یک اشاره از بنده که بگی یا رب، الهی و رازقی و خالقی، چی کسی در خانه تا آمده که ناامید برگشته؟ کدومی که از بندگانت به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید؟ میگه منم امثال منه که غدر بکنید؟ کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش؟ شده که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده؟ نشده. حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل، 99 نفر رو کشت، هلی من توبه؟ قال لا، قال اذن اکمل 100. تو میتونی مانعه؟ اگر که توبه من قبول نمیشه خود تام نباشی. رفت پیش یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه، گفت هلی من توبه؟ چه کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه؟ ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشید. من دیشبم گفتم کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، کار تمامه. اعمال شاق زیادی نمیخواد، فقط این مسیر دلت عوض بشه. الها دلهای ما را از هر سو به سوی خودت باز بگردان، از این پراکندگی ما را نجات بده. واقعا دلمون پریشان و پراکنده است. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، بگی یا رب، الهی. چقدر راحت این تعبیر الهی، مال خودته. میدونی معنی الهی یعنی چی؟ یعنی خدای من.
معبود من، عزیز من. از این دیگه راحت‌تر تو میتونی باشید الهی؟ خیلی وقتا همسرت هم حوصله تو رو نداره، همون که بهش میگی عزیزم. خستم خوابم گرفته، تو هیم میای بغل گوشم میگی عزیزم، برو با حوصله‌ات ندارم. حرفتو میپره تو حرفتو قطع میکنه. ولی کی خدا وقتی تو باش صحبت میکنی تو حرفت پریده؟ همش گوش میده. خداوندی که صاحب عرشه، وسع کرسیه السماوات والارض، کی تو حرف بندش پریده؟ حرفشو قطع کرده، همش گوش میده. اگه 1000 ساعت بگید الهی الهی همش گوش میده، نمیپره تو حرفت. سرم درد میکنه، خوابم گرفته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الان بد موقع است، بعد تماس بگیر. الان مشغولم، الان خستم. شده؟ نشده.